بحث پروژه های کلانی که انشالله وجود داره و در همین امسال انشالله اینا اجرایی و عملیاتی میشن، چون می‌بینید سال مالی در واقع دولت از برج 6 به بعده، یعنی ما هنوز در سال 1403 به سر میبریم تا برج 5. لذا پروژه های اگر میبینی شروع نشده، بعضی پروژه های مهمی که همیشه صحبت شد به دلیل اینکه سال مالی در واقع جدید هنوز شروع نشده، برج 6 که شروع میشه تا برج 6 سال آینده. لذا یک بحث پل 4 شوشتر به اول قوه الهی در همین امسال عملیات اجرایش آغاز میشه. اعتبارش علاوه بر اون اعتباراتی که در لایحه بودجه داشته 25 میلیارد تومان هم ما از اعتبارات توازن در واقع 2 بهش دادیم. بیمارستان خاتم الانبیاء شوشتر 220 تخت خوابی علاوه بر اعتباراتی که داشته باز 19 میلیارد تومان از توازن 2 بهش دادیم. 64 میلیارد هم از طریق همون نشاندار کردن مالیات. لذا الان طبقه سوم و چهارمش کامل آماده است، فقط 1 و 2 مانده. آسانسور بالابر، یعنی برای انشالله تجهیزات پزشکیش دیگه این روزها شروع میکنن و بناست که انشالله در دهه فجر برج 10 انشالله این افتتاحیه صورت بگیره. کنارگذر در واقع شوشتر هم از جمله پروژه های مهم و زیربناییه که باز در همین 400 برج 404 از اعتبار توازن هم براش گذاشتیم و همچنین بازگشایی خیابان میرزا هادی که این منابع اعتباریش تامین شده، فقط منتظر در واقع میراث فرهنگیه. بعضی از عزیزان هم در جریان باشید، حالا اصحاب رسانی اینجا میتونن خیلی کمک کنن. قطعاً اونایی که دغدغه میراث فرهنگی و مسائل اینجوری دارن، خط قرمز ما حفظ در واقع مسائل میراث فرهنگیه و با نظر میراث فرهنگی قرار این تهیه بشه و به تایید که شد ان بعد از تایید میراث فرهنگی ان انجام